سلام دوستای عزیز. باز یه چهارشنبه دیگه، یه لایو دیگه با من و آقا شهرام در رابطه با بیزینس آنلاینمون. امشب یه مهمون خیلی عزیز داریم، یه مهمون خیلی خوب، خیلی عزیز، خیلی خلاق. افتخار دادم. خب من دوستانو بیارم بالا. سلام سمانه جان. سلام، احوال شما؟ قربونت، مرسی. خوبی؟ خوبین؟ مرسی، قربونت. متشکرم. عصر چهارشنبه شما بخیر. همچنین. به سلام. به، سلام سلام پگا پگاه جان. علیکم. جان، به به، مهمان چطوری؟ عزیزمون. خوبی؟ مرسی، شما خوبی؟ مرسی. متشکرم، ممنون، شما چطوری؟ مرسی. خوشحالم خیلی خوش میبینیمتون. اومدین، سلامت مرسی. باشین. خوبی مرسی که شهرام دعوت جان؟ ما رو خواهش قبول میکنم. کردی. مرسی که شما منو پذیرفتین عزیزم. خواهش میکنم، مرسی که این وقت باعث شب افتخاره. اومدی. آره، برای شما آره. 9 شبه نه؟ نوه تازه 9. سر شبه. آها. اوکی. تازه کار نه خب شروع خیلی میشه. دیر نیست، آره. اما خب به هر حال یه روز طولانی مادرها معمولا دارن از صبح. به هر حال شما کار فول تایم هم فکر کنم داری دیگه هنوز. نه، من کار فول تایم هم مادر آها. بودنه. آره. خب دیگه. از کار فول تایم من خیلی سخت تره. من خیلی. آره آره. واقعا شما 2 تا کوچولو داری من یا 2 یکی؟ تا. 2 آره، تا. دخترم 6 سالشه، پسرم هم 3 سال و نیم. آره. خب خدا حفظش میکنه. آره سلامت من یه باشه. دونه که دارم واقعا فول تایم رو به معنی واقعی درک میکنم، حالا چه برسه آره، به 2 تا خیلی که سخته. میگن که این تصاعدی بالا میره، آره، و یعنی اینکه واقعا فازاشون هم خیلی با هم متفاوته. یه ذره آره منیج کردن و تفریحاتشون، اون دوست داره مثلا ماشین بازی، اون یکی عروسک بازی. راست این وسط حالا. میگی. آره. آره هم اختلاف سنشون، هم اختلاف خب جنسیتشون و اصلا علایقشون و اینا متفاوت آره. میشه. کار مادرام سخت میشه چون که باید 2 تا 2 تا فرشته رو منیج کنن همزمان. آره. دقیقا. خیلی ممنون. مرسی خب عزیزم. چقدر مرسی که عالی. پذیرفتین. مرسی. خواهش میکنم، ممنون که آره، دعوت الان ما که رو قبول فعلا کردین. خوابیدن و دیگه منم الان کارم استارت میشه. خب آره دیگه، آره، دقیقا کارم رو کارای استارت میکنم. آره، آره کارای بیزینسم. خب خوبیش همینه کارای دیگه بیزینس. عزیزم. خوبیش اینه که آره واقعا تایمش دست خودمه. هر زمانی که دلم میخواد مشغول هستم. هم به بچه ها میرسم، همین که یه درآمدم دارم دیگه. آره. درسته درسته. خب شهرام جان، من میتونم یه سوال بپرسم از مهمون عزیزمون؟ بله 100%. آره، گویا این میدان دست خود شما صاحبونه ای. خواهش میکنم. من پگاه جون، من توی بیزینسمون با هر کس که صحبت میکنم خب همه از بک‌گراندهای مختلف، ولی همه نمیدونم چجوریه که دستینیشن ختم شده به این نقطه. درسته. هممون جوین یه بیزنس آنلاین خیلی خوب شدیم، ولی هر کدوممون یه داستانی داشتیم، یه استوری داشتیم، یه وایی داشتیم، یه هدفی داشتیم که حالا در واقع اون سولوشنی که دنبالش بودیم و توی این بیزنس پیدا کردیم. این بیزنس یه جورایی مثل همون هر کسی از زن خود شد یار منه، که واقعا هممون الان اینجا هستیم ولی هر کدوم به هر حال با یه بک‌گراند فکری متفاوت. خیلی دوست دارم که اگه اشکال نداشته باشه برامون تعریف کنین که شما چی شد که این بیزنس رو برای خودت انتخاب آره، کردی. مرسی سوال جان. چقدر سوال خوبی که این سوال از من پرسیدین. حالا اول این که بگم که سلام عرض میکنم خدمت کسایی که الان دارن لایو ما رو میبینن یا بعدا ضبط شدهش نگاه میکنن. من پگاه هستم، به مدت 8 ساله که مهاجرت کردم، توی شهر دالاس تگزاس زندگی میکنم. مادر هستم، 2 تا فرزند دارم. بک‌گراند تحصیلی مهندسی ایمنی و صنعت هستش. ولی خب اینجا متاسفانه نتونستم که حالا اون کاری که دلم میخواد رو انجام بدم. البته هم نتونستم هم نخواستم، چون 2 تا بچه کوچیک داشتم و اینکه نمیتونستم وقتم رو بذارم هی برم مثلا دنبال درس و خیلی چیزا رو امتحان کردم. خیلی کالج رفتم 2 سال، نرسینگ میخواستم بخونم، درساشو خوندم. بعد دیگه اصلا واقعا منش کردنش خیلی برام سخت بود. اون زمان بچه‌هام کوچیک بودن، حتما باید تایمایی که شب بود و مثلا میگرفتم و انقدر خسته بودم. و میدونین که خب حالا با اینکه حالا 8 سالی که توی آمریکا زندگی میکنیم، زبان انگلیسیمون اونقدر زبان مثلا پروفشنال و مثلا
زبون مادریمون نیست و این برای من خیلی چالش بود، خیلی چالش بود. اول اینکه اصلا حرفای استادا اصلا نمیفهمیدم نصفش که چی میگفت، همش قلمبه سلمبه و همه چی مثلا چیز بود و خیلی برام سخت بود. آره و میدونم. اینکه مثلا باید میشستم شبا انشا مینوشتم، خیلی درگیر بودم و خیلی اذیت بودم، ولی خب میخواستم یه درس اینجا بخونم که دستم پر باشه. یعنی از اونجایی هم که میدونستم نرسینگ توی آمریکا، حالا کانادا و حالا هر کشور دیگه بازار کاریش خوب هستش، تصمیم گرفتم که نرسینگ بخونم، ولی خب اونم نصف کار ولش کردم. برای رشته خودم هم که خب باید میرفتم دوباره لایسنس اینجا رو میگرفتم، تجربه کاری خب اینجا نداشتم، کار پیدا کردم برام خیلی سخت بود و اصلا یه احساس خیلی بدی داشتم. احساس میکردم که خب من اومدم توی کشور جهان اول و هیچی، نشستم تو خونه فقط دارم بچه داری میکنم و نمیتونم مثلا از اون مهارت هایی که دارم استفاده بکنم. که من چندین بار بود که این بیزینس رو زیاد دیده بودم، ولی خب مثل همه آدما زیاد مثلا حالا یه جورایی ترس داشتم، یه جورایی میگفتم خب این آنلاینه، اصلا نمیدونیم چی به چی هستش و دنبال این افتادم که برم مثلا همین دیجیتال مارکتینگ رو توی کالج بخونم، چون با برادرم که صحبت می‌کردم اون من گفت ببین این رشته برای تو رشته خیلی خوبیه، میتونی از تو خونه کار کنی، اصلا میتونی بعدها مثلا بیزینس خودتو بزنی، دستت خیلی بازه، بازار کارش هم خوبه. بعد رفتم دوباره کالج تحقیق کردم و خب دیدم که خب شهریه‌اش هم خب زیاده، شهریه کمی نداشت، مثلا دوباره 2 سال 3 سال اینطوری وقت من گرفته میشد. تازه میخواستم بیام از صفر شروع بکنم و اینکه دنبال کار بگردم، حالا به عنوان چه میدونم اون لول خیلی پایین شروع بکنم به کار کردن تا بتونم به اون لولی که میخوام برسم. بعد که حالا یک بار دوباره این ادورتایزینگ ها رو تبلیغات رو دیدم، بازم خب چیزی متوجه نشدم، چون خب حالا اون وبینار رو که نگاه کردم باز چیز خاصی توش نبود. یه افراد مختلف اومده بودن و از خودشون گفته بودن و اینا، باز دوباره ایگنور کردم، گفتم خب این که اصلا معلوم نیست چی بشه و اینکه دوباره شروع کردم. یعنی اصلا انگار که مثلا کار خدا بود، این عده هی برای من میومد، هی بر من میومد تا اینکه یک روز تصمیم گرفتم که بشینم با دقت نگاه بکنم و ببینم که چی به چی هستش و وارد دوره آزمایشی شدم و متوجه شدم که خب این علم دیجیتال مارکتینگه که دقیقا همون رشته‌ای که من دنبالش بودم و میخواستم یاد بگیرم و با کمال میل کوچینگ کالم رو گرفتم. آره کوچینگ کالم رو گرفتم و متوجه شدم که خب این در حالی که آموزش هستش ما میتونیم درآمدزایی هم انجام بدیم، خب این چه بهتر از این، و شروع کردم این بیزینس رو انجام دادم. خب وای هم که خب مشخصه یه چیزی میخواستم که واقعا تو خونه باشم، چون نمیتونستم که حالا بچه‌هامو دیکر بذارم، هم از نظر هزینه‌ای و هم از نظر اینکه خب به هر حال تایم خیلی زیادی رو از دست میدادم که باهاشون باشم. من مجبور بودم که برای نرسینگ اسکول مثلا فول تایم برم از ساعت 8 صبح تا 5 بعد از ظهر، بعد بیام بشینم درسای سخت اون رو بخونم. بچه‌ها کلا از دستم میشه گفت خارج میشن و من نمیتونستم اون تایما رو باهاشون بگذرونم. من همیشه دوست داشتم که خب یه کاری رو از تو خونه انجام بدم و از این زمان استفاده کنم و درآمدزایی بکنم که با این موقعیت آشنا شدم. خب ببخشید زیاد حرف زدم. عالی. نه خواهش میکنم، خیلی خیلی جالب بود برای من. اتفاقا شما چند تا نکته جالب توی صحبتاتون بود. یکی این که شما اصلا راجع به دیجیتال مارکتینگ یه جورایی آشنا شده بودین و هدفتون هم بود، ولی خب مثلا من داشتم مقایسه میکردم تو ذهن خودم، دیدم خب یه کالج آدم بره باید کلی هزینه کنه و بعد حالا بیاد مثلا به عنوان یه امپلویی برای یه نفر دوباره کار بکنه، احتمالا این شکلی میشه دیگه. ولی خب شما اینجا با یه سرمایه گذاری که مبلغش احتمالا پایین‌تر از اون مبلغ کالج بوده. من که سوال کردم برای مثلا سالانه 15,000 الی 20,000 دلار مثلا میشد. خب 2 سال کورس بود که بتونید آره خب 40,000 دلار بعد هزینه می‌کردی، 40,000 دلار بعد هزینه با می‌کردی. هزینه‌های جانبی و حالا اینا تقریبا 40,000 دلار آره دیگه درسته. آره خب این یه همچین مقایسه آدم داشته باشه، خب می‌بینی که واقعا چقدر به نفعه که
اینجا آدم هم بیزنس اونر شده، همین که همون مهارت ها رو کسب میکنی و در یک اشل واقعی و بزرگ دیگه قرار نیست دقیقاً امپلوی کسی باشی دیگه. کل کره زمین میشه در واقع مارکت شما و دیگه خونتون هم میشه هوم آفیستون دقیقاً دیگه. همینطوره، دقیقاً من همینطوره. پیگاه که صحبت میکرد داشتم با خودم مقایسه میکردم. این که گفتش که خیلی از صحبت‌های توی کلاس رو متوجه نمی‌شده، منم خب بک‌گراند تحصیلیم علوم آزمایشگاهی بود توی ایران و اینجا که اومدم خب یه کمی معادل سازی مدرک و اینا داستان داره. رفتم یه لایسنس گرفتم کنارش که یه جورایی مرتبط باشه و با دقیقاً از طریق اون لایسنس و با علمی که داشتم مشغول به کار باشم. باور نمی‌کنیم من سر کلاس هیچی متوجه نمی‌شدم. یعنی تمام امتحانی که دادم آخر ترم فقط با اون علمی بود که داشتم، چون بالاخره خیلی مرتبط بود با بک‌گراندم و پاس کردم و داشتم با این بیزنس مقایسه می‌کردم. خب من این بیزنس رو هیچی نمیدونستم از روز اول و با ویدیوهایی که داره گفته میشه، ویدیوهاش خب انگلیش بیسه، منتها خب ترجمه داره و اگر قرار بود که ترجمه نداشته باشه من دوباره همون داستان سر کلاس رو میداشتم. خب ببین اصلا آموزش کلاس کجا و آموزش مثلا اینکه تو ویدیو رو در اختیار داری، در کنارش مثلا گوگل ترنسلیت هم داری، از مثلا امکانات دیگه هم میتونی استفاده کنی و تو زمان خودت. چون من خودم خب اینجا درس خوندم، منم چون اصلا مهاجرتم با ویزای تحصیلی انجام دادم و من یه مستر داشتم، یه مسترم اینجا گرفتم. همین چیزی که تو میگی که مثلا با بک‌گراند قبلی خودت، منم ترمای اولش واقعا انقدر که فشار رو بالا بود، چون که من میدیدم که مثلا هر ترم میان کلی کتاب و اینا معرفی میکنن، بعد من تا مثلا بخوام 4 صفحه کتاب بخونم مثلا تایم همه اسایمنت ها با اینا گذشته. یعنی مثلا ترم اولم یادمه که دقیقا من چون مستر اولم MBA بود، یعنی اونم مثلا بیزنس منیجمنت، مستر دومم بیزنس لیدرشپ بود، یه سری درساشون مشترک میشدن و ترم اولم مثلا یه مقداری دقیقا هم چیزی که میگی با دانش قبلیم سعی میکردم که چیز کنم دیگه، هندلش کنم و منابعی که قبلا خونده بودم، تا اینکه مثلا ترم دوم یکم گوشم مثلا عادت کرد به اکسنت های اینا. یعنی کاملا هممون اینو درک کردیم. حالا بگذاریم از این که مثلا ما اسپیکینگمون هیچ وقت مثل نیتیوا نمیشه و قرارم نیست که بشه، اون هیچی، ولی اولش که آدم از ایران میاد و وارد یه کالج میشه یا وارد یونیورسیتی میشه، اینکه اکسنت های آره مختلف شما بتونی حالا متوجه اکسنت بشه. تگزاسی ها که اصلا نمیفهمی چی میگن. جدی کالیفرنیا آره چجوریه؟ خود فکر ببین کنم کالیفرنیا، خب ببین کالیفرنیا یه مخلوطی از همه مهاجراست و مثل تو اینجاست همه دیگه. اکسنت ها رو داری. یعنی اکسنت ایژن داری، اکسنت سیاه داری، اکسنت ایرانیا، چیزهای مختلف هست. من فکر میکنم که خیلی راحت تره شنیدن اکسنت توی کالیفرنیا به نسبت بقیه. حتی تگزاس من شنیدم چجوری صحبت میکنن خیلی مشکله. من شاید بگم زیر 50% تگزاسی ها رو میفهمم. توی کالیفرنیا خب دارم زندگی میکنم ولی تو تگزاس بعید میدونم بتونم زنده بمونم. آره خود منم سخت شنیدم ولی براشون. نمیدونم. آره ما هم اینجا خب اکسنت های مختلف داریم دیگه. ونکوورم خب خیلی چاینیز زیاد داریم، اکسنت های ایژین زیاد داریم کلا. بعد خب ایرانیا که هستن کم خیلی زیاد نیستن. بعد خب به هر حال وایت ها هر کدومشون یه اکسنتی واسه خودشون دارن، اونم نسبت به اینکه حالا از کجای این کره زمین اومده باشن اینجا، ببین چند حالا نسل قبل. آره دقیقا اینا همه چالشه دیگه. ببین هر چیزی، آره هر مهاجرتی، هر کاری، هر چیزی که آدم میخواد انجام بده توش چالش هستش. حالا ما پذیرفتیم، اومدیم، مهاجرت کردیم و باید دقیقا. باهاش سر کله بزنیم. حالا برای این صحبت هایی که حالا شد و اینا بحث آموزش شد، میخوام یه چیزی رو اضافه کنم اینجا که آموزش های ما خوبیش به اینه که شما تایم مشخصی نداری مثل کالج که بخوای بری امتحان بدی، دقیقا. مثلا یه ددلاینی داشته باشه. میدونی شما دست خودته و یه ویدیو رو میتونی چندین بار نگاه کنی. البته اینقدر ویدیوهاش ساده هستش و بسیار به زبون ساده هستش. من همیشه میگم حتی صدای این ویدیو رو هم ببینید شما میتونید خودتون از توی اون تصویری که حالا داره نشون میده اون پیجای بیزینسیتون رو انجام بدین و ران کنید.
و کسایی هم که حالا مشکل زبان دارن، خوشبختانه ما اومدیم تمام ترینینگ ها رو 90% میشه گفت یا 100% به زبان فارسی هم ترجمه کردیم و در اختیار افرادی که حالا از اروپا هستن و زبان اولشون حالا انگلیسی نیستش مثل کشورهای مثل استرالیا، آمریکا، کانادا، به مسئله خاصی و نمیخورن. کوچ منتور فارسی زبونم هست و کلا همه ابزارها و امکاناتی که برای شما که بتونه به بیزینستون و پیشرفتتون کمک بکنه فراهمه. میام خواستم دقیقا اضافه کنم. همینطور. آره من یه جمله اضافه کنم آقا شهرام، صحبت یادت نره چون یه چیزی میخوای بگی، من چون مرتبط با صحبت پگاه جون میخواستم اینو بگم که ما حالا آموزش هایی که توی مثلا کالج و دانشگاه میبینیم بیشتر تئوریه دیگه، بعد حالا خودت بری با مثلا تجربیات خودت و حالا چیزای دیگه که خوندی و همه چی رو با هم دیگه یه ترکیب بکنی و یه استنباطی ازش بکنی، حالا بیای ببینی که تو کار چجوری پیادهش کنی. ولی آموزش های ما کاملا کاربردی و تو د پوینت دیگه، یعنی از این آموزش رو میبینی و از اون هم انجام میدی. به خاطر همین هم کمک میکنه به اینکه خیلی سریع بیزنسمون رو ما ستاپ میکنیم باهاش و اینکه اثر بخشی آموزشش خیلی بالاست دیگه، چون همون موقع که آموزش رو میبینی کارت هم انجام میدی در کنارش، اینا همزمان پیش میره. پس بنابراین آموزش ها واقعا مفید و کاربردی ان دیگه برامون. دقیقاً. عالی. من اضافه کنم به صحبت‌های شما تو عزیز، اینکه این ترینینگایی که ما داریم می‌بینیم آپدیت میشه. یعنی شما هیچ وقت توی دانشگاه توی کالج نمیتونی برگردی سر کلاس بعد اینکه فارغ التحصیل شده بگی آقا جون این چیزی که جدید اومده چیه، ولی اینجا داره آپدیت میشه. یعنی شما هر روز میتونید چیزای جدیدی که وارد این بیزنس میشه رو در واقع ترینینگ رو میشه داشته باشید. بعد این داستان تا آخر عمره، تموم نمیشه هیچ وقت برنامه آموزشی و برنامه آپدیت شدن این ترینینگ ها. عالی، مرسی. اصلا من میخوام یه چیزی رو بگم، اصلا بیایم بگیم که ما تو این بیزینس چه کار میکنیم، بعد بحث آموزش باشه و اینا. البته ما آموزشش رو گفتیم ولی به جاست که اینجا راجع به این بیزینس که ما اصلا چه کار میکنیم هم صحبت کنیم برای کسایی که الان تازه به لایو ما جوین شدن بدونن که ما در این بیزینس چه کار میکنیم. میخوام یه توضیح کوتاه من بدم؟ شما بفرمایید. آره حتما. بعد شما در ادامه صحبت‌های من کاملش کنین. آره ممنون میشم. عالی عزیزم. در واقع کار ما کار آموزش علم دیجیتال مارکتینگ هستش توی پلتفرم‌های مختلف سوشال مدیا که شامل فیسبوک، اینستاگرام، تیک تاک، لینکدین، پینترست، گوگل اد و تمام یوتیوب هم هست. اینو نگفتم، یوتیوب و تمام این سوشال مدیایی که شما باهاش هر روزه سر و کار دارین. در واقع سیستم بیزینسی ما سیستم منتورشیپی هستش، یعنی ما به شما آموزش میدیم که چطوری از این علم دیجیتال مارکتینگ استفاده کنین و کمپینگ های بیزینسیتون رو توی سوشال مدیا ران بکنین و بتونین درآمدزایی بکنین. ما کامیشن هامون رو از یک کمپانی که یعنی اسپانسر این بیزینس که بحث آموزشی هستش، یک کمپانی ژاپنی 50 ساله هستش که خدمت داره و الان 8 ساله که به صورت آنلاین داره فعالیت میکنه. یعنی قسمت آنلاینش رو ما داریم و قسمت آفلاین هم دارن و ما کامیشنامون رو از این کمپانی دریافت میکنیم. میخواین ادامهش رو شما تکمیل کنیم؟ شما من خب نمیخوام ساکت بمونی امشب. خیلی کامل پگاه جون گفت. ببین فقط من میخوام اضافه کنم که ما این بیزنس رو که داریم انجام میدیم بیزنس آنلاین فرانچایزه و هر بیزنس فرانچایزی یه شرکت مادر داره که ما توسط اون کمپانی داریم کار انجام میدیم و مسلما هر بیزنسی محصول داره. شما بیزنس بدون محصول نمیتونی پیدا کنی، ولی ما درگیر فروش محصول نمیشیم. شما هیچ وقت از ما ندیدی یا هیچ از همکارای ما ندیدی که ما محصولی رو تبلیغ کنیم برای فروشش، ولی مسلم کامیشنایی که ما داریم میگیریم از طریق فروش محصول داره به دست میاد، همینجوری که کسی دقیقا پول در نمیاره. ولی ما هیچ وقت محصول تبلیغ نمیکنیم، محصول نمیفروشیم و درگیر پروسه فروش محصول نمیشیم. یعنی چیزی رو اوردر نمیدیم بخوایم بیایم انبار کنیم بعد حالا اکسپایر بشه، نشه، خراب بشه، نمیدونم اونی که اوردر دادیم مشتری گیر نیاد مجبور شیم برگردیم. از این داستانا نداریم. ما فقط داریم به قول وگاجون قسمت آنلاینش رو انجام میدیم، آنلاین مارکتینگ انجام میدیم و بازاریابیش به عهده ماست و کامیشن هم از اون نظر از اون طریق در به ما تعلق میگیره.
و خوبی این بیزنس اینه که کامیشناش خیلی بالاتر از بقیه بیزنس هاست، به این دلیل که دیگه این وسط هیچ حد واسطی بین ما و کمپانی مادر نیست. ما این و اون کمپانی، و در نهایت هم به سود کسیه که این وسط داره جوین این بیزنس میشه، هم به سود خود کمپانیه و در حقیقت دو سر برده دیگه. دقیقاً. درسته. من فقط یه نکته اشاره بکنم، اینکه شرم را ممنون از توضیحتون در تکمیل فرمایش پگاهجون که گفتن که در واقع کار ما همون آنلاین بیزنس مارکتینگ و آموزش هستش. در واقع ما سرویسی که میدیم سرویس آموزش هست و سرویس مارکتینگ هستش. و شهرام جان شما گفتین که ما یه مدل فرانچایز هستیم. بله، هر مدل فرانچایزی یه سرمایه گذاری داره که هر کسی که میخواد در واقع بیزنس فرانچایز خودش رو ستاپ کنه یه سرمایه گذاری انجام میده با اون شرکت مادر و بیزنس خودش رو ران میکنه. ما هم در واقع همین کار رو انجام دادیم. یه سرمایه گذاری محدودی داشتیم که خب میخواین توضیح بدین شما؟ آره، من میخواستم اینو بگم در قبال اون سرمایه گذاری که شما انجام میدین یک بیزینس آیدی دریافت میکنین، چون خیلی ها میگن که خب حالا ما سرمایه گذاری میکنیم که چی رو به دست بیاریم. خب آره، میخواستم اینو بگم که ما یک بیزینس آیدی دریافت میکنیم که با این بیزینس آیدی شما میتونید سر سر دنیا کار بکنید غیر از ایران و افغانستان. و نسبت به اون مالیاتی که نسبت به اون درآمدی که شما از بیزینستون دارین با اون بیزینس آیدی شما باید مالیات رو پرداخت بکنین. و خیلی یه چیزی که جالب هستش، ببین الان چند روز پیش برای من فرم W9 مال آمریکا اومد. یعنی دولت آمریکا و یا کانادا یا هر کشور دیگه موقعی که شما قرارداد با این کمپانی میبندین، سوشال سکیوریتیتون یا اون کارت ملی که دارین، شماره کارت ملیتون رو شما اونجا میزنین و سالانه برای شما فرمای تکس و مالیاتی براتون دم خونتون فرستاده میشه. حالا من کشورهای دیگر نمیدونم، ولی آمریکا و کانادا به این صورت هستش. بله. آره، خواستم بگم که این بیزینس ما قانونی هستش، شما مالیات پرداخت میکنین در قبال درآمدتون و یک بیزینس آیدی داریم که همون صحبت شهرام جان که گفتش که شما فرانچایز مدل هستین، در واقع سهامدار این کمپانی میشین، سهمی میگیرین. من یه اضافه کنم به صحبت‌های پگاه جان، صحبت تکس و مالیات، چون ما همه میترسیم از مالیات دادن. دوستان، برای اینکه این بیزنس رو ما داریم میتونیم 25% هزینه هایی که برای این برای این بیزنس میکنیم به اضافه هزینه های زندگی روتینمون رو، چون ما این بیزنس رو از هر جایی انجام میدیم، یعنی دفتر خاصی نداریم، میتونیم خونمون رو به عنوان دفتر در نظر بگیریم، میتونیم زمانی که داریم میریم مسافرت کاری در نظر بگیریم، میتونیم در حقیقت لپتاپ و گوشی و اینترنت و تمام اینا رو وسایل کار بیزنسمون در نظر بگیریم. 25% کل این هزینه ها رو میتونیم بیاریم توی اون ورقه های تکس و از این نظر خب خیلی به نفعمونه. خیلی تکس کمتری باید پرداخت کنیم به نسبت بقیه کسایی که حالا شغلای آفلاین دارن و نمیتونن این هزینه ها رو وارد تکسشون بکنن. دقیقاً. مرسی. خب دوستان، نکته‌ای هستش که بخواین اضافه کنین و بحثمون رو کم کم دیگه جمع کنیم؟ جان بگو. نه، میخواستم بگم که شما سامان جان لطفاً بگین که افرادی که حالا مشتاق هستن چه راهی رو باید برن جان کار بکنن، که نمیدونم شهرام جان میخوای چیزی رو به اضافه بکنین؟ نه، من میخواستم بگم که اگه دوستان سوالی دارن راجع به این بیزنس و اگر که ایرادی، اشکالی، ابهامی هست میتونن با ما تماس بگیرن که حالا افسانه جان این زحمت یک قسمت رو بکشه، شیرین تر میگه. خب من سمانه هستم، خواهش میکنم. گفتی افسانه جان. آره من گفتم افسانه، ببین ساعت خوابم داره میرسه. آره نه، خواهش میکنم. نشوخی کردم. بله، ما اگر که دوستان
دوست دارید که اطلاعات بیشتری راجع به این بیزنس داشته باشید حتما با ما در ارتباط باشین. میتونین اسم و آدرس ایمیلتون رو برای ما ارسال کنین توسط چه مسنجر پیغام به همون بدین یا اینکه وارد وبسایتمون بشین اسم و آدرس ایمیلتون رو اونجا ثبت کنین ما اطلاعات تکمیلی رو برای شما ارسال میکنیم. آره گان هم شما رو دعوت میکنیم و هم اطلاعات فارسی در اختیارتون میذاریم هم اطلاعات انگلیسی تا زمانی که خودتون احساس کنین که آمادگی اینو دارید که وارد دوره ترایالمون بشین. اگر دوست داشتین بیشتر بدونین بیشتر بیزنس رو از نزدیک لمس کنین اون موقع یه دوره شگفت انگیزی هم داریم که ریسک فری هستش. میتونیم بیایم بیزنس رو از نزدیک ببینیم بدون هیچ تعهد و مسئولیتی مثل یه بیزنس اونر باشین. 30 روز وقت دارید که تصمیم بگیرید که اصلا میخواین وارد بشین میخواین سرمایه گذاری کنید یا نه. اینم از این. خیلی ممنون. من داشتم فکر می‌کردم که چرا سمانه من خوشو معرفی کردم من آخر موضوع آره من بوده. آره نه من فهمیدم چرا افسانه جون رو گفتی ولی حالا اشکال نداره. عالی خب خیلی هم عالی. دوستان چیزی هستش که بخواین اضافه کنید؟ من نه اضافه نمی‌کنم میترسم سوتی بدم دوباره. عالی مرسی سمانه جون مرسی از جون خیلی ممنون که دعوت ما رو قبول کردیم و خیلی خوشحال شدیم. خواهش میکنم ممنون مرسی متشکرم تا لایف های بعدی که انشالله با هم باشیم. آره حتما خوشحال مرسی افتخاره متشکرم ممنون مرسی. خب دوستان عزیزی که با ما بودن ممنون از همه دوستانی که با ما بودن. مرسی ما هم در کنار شما لذت بردیم. ممنون مرسی که با ما بودین. ممنون دوستان مرسی از حضورتون. خب شب همگی خوش شبتون بخیر روزتون بخیر. بریم تا یه لایو بعد بریم. همه میریم. خدا نگهدار. خدا حافظ. خدا. خدا حافظ.